الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، الله تعالی را سپاسگزار هستم که برایم توفیق داد تا برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی اعم از برادر و خواهر باشم. امیدوار هستم در هر جایی که هستید در سایه رحمت پروردگار سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و ان شاء الله با آنچه که گفته می شود و با آنچه که شنیده می شود جامعه عمل بپوشانیم. بینندگان عزیز و گرامی، اگر یادتان باشد در برنامه‌های گذشته ما موضوعاتی را پیرامون مقدماتی از بحث خود بیان کردیم، موضوعاتی در شناخت بدعت و مذمت بدعت از دیدگاه قرآن، سنت و آثار سلف صالح، و همچنین موارد دیگری در مورد بدعت، موضوعاتی به خدمت شما بینندگان گرامی بیان شد. در این برنامه به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی آغاز می کنیم بحث بدعات در اعتقاد را. بدعات اعتقادی که در اعتقاد و در باور بعضی از مردم و بعضی از مسلمان ها قرار دارد بیان می کنیم. امید است که ان شاء الله پروردگار سبحانه و تعالی بر کسانی که دنبال این گمراهی ها و دنبال این بدعات قدم گذاشته اند خداوند متعال هدایت را نصیبشان کنه و این برنامه ها باعث و بانی بشود برای زدودن این بدعات و این خرافات و همچنان باعث بر این بشود که این انسان ها از دنبال بدعت و از دنبال خرافه باز آیند. بینندگان عزیز و گرامی، ما اولین بحثی که در بحث بدعات اعتقادی آغاز می کنیم بحث توسل هست. توسل همان مشکلی که و همان بدعتی که متاسفانه امروز در جامعه ما شیوع کرده و شایع شده است. البته منظور ما همان توسل بدعی می باشد. در این برنامه و برنامه‌های بعد ان شاء الله موضوعاتی را پیرامون این موضوع، یعنی موضوع توسل، از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالبی را بیان خواهیم کرد، چون نیاز به این دارد که این بحث در موردش گسترده بیان بشه و در موردش بیانات و موضوعاتی گفته بشه تا این که شک و تردید از ذهن بینندگان گرامی بیرون بشه که منظور ما وقتی ما توسل را میکوبیم و توسل را به هر حال توسل بدعی که امروز وجود دارد قبول نداریم، به این معنا نیست که ما کل توسل را رد کرده باشیم. ان شاء الله که موضوعاتی در مورد توسل به خدمت شما بینندگان عزیز بیان خواهیم کرد. اما اجازه دهید که در این بحث قبل از این که وارد بشویم دو موضوع را به خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم. اول، هر انسان باید بداند که چرا پروردگار متعال او را آفریده و چرا خلق کرده. انسان باید هدف از خلقت و هدف از آفرینش خود را باید بداند. خداوند سبحانه و تعالی هدف از آفرینش انسان را چنین بیان می کند در سوره مبارکه زاریات. الله تعالی می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسانها و جنیات را مگر آنکه مرا عبادت بکنند. برای عبادت آفریده شده اند. برای این آفریده شده اند که ذات یگانگی الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنند و پرستش بکنند. انسان برای عبادت و برای پرستش ذات احدیت الله تعالی آفریده شده، برای شناخت الله تعالی آفریده شده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقتی ما دانستیم که انسان به خاطر عبادت آفریده شده
و آیات قرآن عظیم الشان انسان را برای عبادت الله تعالی تشویق می کند، ترغیب می کند و دستور می دهد بر این که انسان الله تعالی را عبادت بکنه، الله تعالی را با عنوان تنها معبودی که لایق عبادت است بدانه. این انسان برای این آفریده شده، برای شناخت ذات احدیت الله تعالی، برای عبادت پروردگار سبحانه و تعالی. انسان برای این آفریده شده، طبقی که الله تعالی در سوره زاریات آیت 56 این موضوع را اشاره کرد و ما به آن اشاره کردیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما انسان وقتی در دنیا آمده عبادات مختلفی را انجام می دهد و می شود گفت که سر همه عبادت ها و اساس همه عبادت ها دعا هست، دعا و نیایش که انسان در پیشگاه الله تعالی عبادت بکند و دعا بکند و دعا رأس عبادات هست. خواستن از الله تعالی، طلب کردن از الله تعالی رأس عبادات هست، سر همه عبادت هاست. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الدعا مخ العباده، دعا سر همه عبادت هاست و اساس همه عبادت هاست. بله، وقتی که ما این موضوع را دانستیم که دعا و نیایش از جانب الله تعالی خواسته شده که ما از الله تعالی بخواهیم، حتی عجیب این که بینندگان عزیز و گرامی توجه داشته باشید، ما اگر از بندگان الله تعالی بخواهیم، هر بار به عنوان مثال از برادر خود بخواهیم، از رفیق خود بخواهیم، از پدر خود بخواهیم، یک بار نه، بار دوم نه، بار سوم، بالاخره از ما ناراحت می شود که این چطور انسانی است، هر بار از ما چیزی می خواهد، چیزی از ما طلب می کند. اما ذات الله تعالی برخلاف و برعکس انسان هاست، چون الله تعالی لیس کمثله شیء، نه در ذات و نه در صفات و در هیچ کدام هیچ کس شبیه و مانند الله تعالی نیست. توجه داشته باشید، الله تعالی از بنده‌ای که دعا نکند خوشش نمی آید، بدش می آید. عجیب است. بنده‌ای که زیاد از الله بخواهد در پیشگاه خدا عزت دارد، در پیشگاه خداوند جل جلاله برتری دارد، بلکه الله تعالی از ما تقاضا می کند ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، شما از من بخواهید من شما را اجابت می کنم. این خواسته الله تعالی هست. بیننده گرامی، تو از الله بخواه، الله تعالی تو را اجابت می کند. الله تعالی عبادات تو را می پذیرد. الله تعالی خواسته تو را برآورده می کند. الله تعالی از این که تو از او نخواهی خوشش نمی آید، ولی از این که از الله بخواهی خوشش می آید. الله می خواهد که بنده از او طلب بکند تا این که برایش بدهد. عجیب است. رحمت الله تعالی را ببینید، رحمت بیکران الله تعالی که واقعا اگر انسان از این رحمت الله تعالی خودش را محروم کند، واقعا که محروم دنیا و آخرت شده است. الله تعالی می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. توجه کنید بینندگان عزیز، الله تعالی می فرماید ای پیامبر، اگر مردم از تو پرسان کردند که من دورم یا نزدیک، فإنی قریب، من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من اجابت می کنم دعوت دعا کننده را، دعا و خواسته کسی که از من تقاضا می کند. الله می گوید من اجابت می کنم. سبحان الله. این رحمت بیکران الله را ببینید. الله می گوید شما از من بخواهید من اجابتتان می کنم، شما از من طلب کنید من قبول می کنم، شما دعا کنید بخواهید من قبول می کنم. قبولش با من. این سخن را الله تعالی گفته، این تضمین را الله تعالی برای ما کرده که شما از من بخواهید من شما را اجابت می کنم، من دعایتان را می پذیرم، قبول می کنم. بلکه الله تعالی از این کار خوشش می آید، خیلی خوشش می آید. از بندگانی که دعا نکنن الله تعالی بدش می آید، خوشش نمی آید.
این رحمت بیکران الله است. توسل خودش به معنای تقاضا کردن و طلب کردن از الله تعالی هست. توسل خودش به معنای وسیله قرار دادن. از الله تعالی میخواهی توسط طاعت پروردگار. خود توسل به معنای تقرب و دعا کردن و خواستن از الله، که از الله تعالی توسط طاعت پروردگار، عباداتت و توسط پیروی کردن از پیامبران الهی و توسط اعمالی که الله تعالی از آنها راضی است و خداوند جل جلاله دوست داره، این را میگویند توسل. این را میگویند توسل که انسان توسل میکند به الله تعالی، وسیله میجوید توسط عبادات خود، توسط اسما و صفات الهی، توسط طاعت و بندگی الله تعالی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرماید که مراد از وسیله که در قرآن عظیم الشأن آمده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، میفرماید که مراد از این وسیله قربت هست، تقرب هست. انسان توسط عبادات خود و توسط طاعات خود به الله تعالی نزدیک می شود. حالا وارد بحث توسل می شویم که این توسل به چی معناست. خود توسل خب مشخصه که از وسیله مشتق شده و گرفته شده و به معنای این است که انسان توسط یک چیزی به هر حال وسیله میگیره تا اینکه نزدیک بشه به مقصد اصلی خود. انسان مؤمن توسط اعمال صالحه و طاعات پروردگار جل جلاله و اعمالی که الله از آنها راضی است و الله آنها را دوست داره به الله تعالی تقرب میجویه، خودش را نزدیک میکنه، اینها را وسیله قرار میده، اینها را وسیله قرار میده برای رسیدن به الله تعالی، برای رسیدن به رضایت الله تعالی. این را میگویند وسیله، این را میگویند توسل، یعنی وسیله جستن. در قرآن عظیم الشأن در مورد وسیله آیه آمده که الله تعالی میفرماید، البته نه یک آیه بلکه در این آیه که ما اشاره میکنیم الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. الله تعالی در این آیه مبارکه میفرماید ای مؤمنین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از خداوند متعال بترسید، از اوامر الهی، از اوامر پروردگار سبحانه و تعالی پیروی بکنید و اطاعت بکنید و از نواهی که الله تعالی شما را از آن نهی کرده اجتناب بکنید. بعد میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله، و شما برای تقرب به الله سبحانه و تعالی دنبال وسیله باشید و وسیله بجویید، توسط اعمال خود، توسط طاعات خود، توسط عباداتی که شما در پیشگاه الله تعالی تقدیم میکنید، توسط اسماء الهی که انشاءالله ما هر کدام را انشاءالله که به ترتیب اینها را توضیح خواهیم داد که توسل مشروع یعنی چی و به کدام ها توسل می شود. همه اینها را انشاءالله توضیح خواهیم داد. خب در اینجا الله تعالی در ادامه فرماید و جاهدوا فی سبیله، جهاد کنید در راه خدا. این خودش یک نوع توسله. واقعا انسان تعجب میکنه برای کسایی که از این آیه مبارکه توسل بدعی را استنباط میکنن و استخراج میکنن. تعجب میکنه. خداوند سبحانه و تعالی خودش مثل میزنه که از جمله این توسل ها و از جمله این وسیله جستن هایی که شما به آنها وسیله میجویید و الله شما را دستور داده که شما با آنها وسیله بجویید و جاهدوا فی سبیلی، خودش یک مثال را زده که توسل به اعمال صالحه است که امان جهاد در راه پروردگار سبحانه و تعالی است. بعد خداوند جل جلاله میفرماید لعلکم تفلحون، تا ای که شما رستگار بشیم، جهاد بکنیم در راه الله سبحانه و تعالی و توسط عبادات خود که یکی از آنها جهاد است به الله تعالی توسل بجویید و وسیله بجویید و نزدیک بشید به الله و تقرب بجویید به سوی الله تعالی.
خب اجازه دهید که میان برنامه از اتاق فرمان بگیریم. ان شاء الله بعد از میان برنامه بحث را ادامه خواهیم داد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان گرامی، در قبل از اینکه میان برنامه بگیریم بحث در مورد توسل داشتیم و آیه مبارکه سوره مائده، آیه 35 سوره مائده را به خدمت شما تلاوت کردم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. الله تعالی ما را در این آیه برای وسیله جستن و برای تقرب برای خود که ما دنبال وسیله باشیم تا ای که نزدیک بشیم به الله و تقرب بجوییم برای الله تعالی، الله سبحانه و تعالی ما را دستور میدهد. بله بینندگان گرامی، این نکات را عزیزان در ذهن خود داشته باشند و این آیه مبارکه در ذهن شما باشد که ما وقتی موضوع توسل بدعی را میخواهیم در این برنامه رد بکنیم، نیاز به این داره که عزیزان بیننده ما متوجه باشند که منظور ما اصل و مبنای توسل نیست، بلکه توسل بدعی است. حالا ما به این نکات میخواهیم اشاره بکنیم که خود توسل در اصل خود در واقع به دو شاخه و به دو دسته تقسیم میشه. یعنی در مرحله اول اگر خواسته باشیم توسل را ما تقسیم بندی بکنیم و شاخه بندی بکنیم، میگوییم که توسل به دو دسته یا به دو شاخه مهم و اساسی تقسیم میشه. شاخه اول یا همان تقسیم اول تقسیم این است که ما میگوییم توسل مشروع هست، یعنی توسلی که شرعاً جواز داره و شریعت اسلام به آن دستور داده، یا مباح است، اشکالی در آن وارد نیست. توسل دوم یا شاخه دوم از توسل شرکی هست، توسل بدعی هست که گاهی این توسل شرکی می شود و گاهی اوقات هم این توسل بدعی می شود که هر کدام اینها را به ترتیب به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان می کنم. توسل شرعی یا همان توسل مشروع و توسلی که از دیدگاه شرع رد نشده یا به آن دستور داده شده یا امری است که مباح است و شریعت اسلام رد بر آن نگفته بلکه آن را تایید کرده، باز این هم به چند دسته تقسیم می شود و به چند شاخه تقسیم می شود. اول بینندگان عزیز این نکات را داشته باشین که این توسل شرعی هست و توسل غیر شرعی. یکی با شریعت در تضاد نیست و یکی دیگر با شریعت کاملا منافی هست و کاملا در تضاد هست. این توسل مشروع باز از خود شاخه های دیگری دارد. اولین شاخهش توسل به اسما و صفات الهی هست، به افعال الهی هست که ما به این نکات هم اشاره می کنیم به صورت مفصل و به صورت واضح، هم از دیدگاه قرآن هم از دیدگاه سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. اولین اشاره‌ای که ما می خواهیم بکنیم در مورد توسل به اسما و صفات الهی همانا آیه است در سوره مبارکه اعراف که الله سبحانه و تعالی می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. آیت 180 سوره مبارکه اعراف. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه اشاره می کند و می فرماید ولله الاسماء الحسنى، برای پروردگار سبحانه و تعالی اسما و نامهای زیبایی هست. زیباترین اسما برای الله هست که بر بهترین معانی و کاملترین صفات در واقع دلالت میکنه. پس الله تعالی میفرماید هنگامی که شما میخواهید دعا بکنید، هنگامی که میخواهید از الله تعالی چیزی را طلب بکنید، فدعوه بها، توسط این اسمای الهی از الله تعالی طلب بکنید، به وسیله این اسمای الهی از الله تعالی طلب بکنید. مثلا میگویید یا غفور، ای اللهی که تو آمرزنده هستی ما را بیامرز، ای اللهی که تو رحیم هستی بر ما رحم کن،
و به همین ترتیب اسما و صفات الهی را ما به کار میگیریم برای تقاضای از الله سبحانه و تعالی. اول تعریفش را میکنیم، تمجیدش را میکنیم و به دنبال آن بعداً چیکار میکنیم؟ از الله سبحانه و تعالی آنچه را که میخواهیم طلب میکنیم. این است معنای خواستن، این است معنای وسیله قرار دادن اسما و صفات الهی و در قرآن کریم در این مورد مفصل بیان شده. اما این آیه مبارکه را عزیزان یادداشت بکنن و پیش خود داشته باشن. آیه 180 سوره اعراف: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. شما توسط اسمای الهی و صفات الهی که زیباترین هست و کاملترین معانی را میرساند از الله تعالی طلب بکنید و بخواهید. بله، الله تعالی ما را دستور میدهد به این که ما توسط اسماء الهی بر ما واجب است که توسط اسماء الهی و توسط صفات الهی ما از الله تعالی تقاضا بکنیم و طلب بکنیم. الله خودش میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. توسط اسماء الهی شما از الله تعالی تقاضا بکنید. این دستور الله سبحانه و تعالی هست. بله، ما در این مورد هم همچنان موضوعاتی داریم از اینکه انسان از الله تعالی تقاضا بکند توسط اسماء الهی. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نیز موجود است. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت گسترده و وسیعی وجود دارد و آیات قرآن کریم هم در این مورد فراوان است. اجازه دهید که در مورد احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد اشاره بکنم. حدیثی است در سنن ابی داوود. شخصی میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدن که شخصی دعا میکند و میگوید اللهم انی اسألک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسان با اسماء الهی دعا میکند، توسط اسماء الهی از الله تعالی میخواهد، توسط صفات الهی از الله تعالی میخواهد، طلب میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لقد سألت الله باسم الذي اذا سئل به اعطى و اذا دعي به اجاب. پیامبر علیه السلام میفرمایند این تو با اسمی از اسماء الهی، با اسمی از اسماء الهی از الله تعالی خواستی که اگر انسان با آن اسم وقتی سوال بشه الله تعالی توسط آن اسم میدهد برای انسان، و وقتی که انسان توسط این اسما الله تعالی را تقاضا بکند و بخواهد و طلب بکند از الله تعالی، الله تعالی دعایش را اجابت میکند. باز هم همچنان حدیث دیگری از حضرت انس رضی الله تعالی عنه هست. این هم در سنن ابی داوود هست. البته حدیث گذشته شماره 1493 هست. حدیث دیگری از حضرت انس رضی الله تعالی عنه هست، تقریبا شبیه همین حدیث. میگه که همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودم، نشسته بودم که شخصی آمد و نماز خواند، بعد دعا کرد، گفت اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. این دعا را ای بنده خدا کرد و بعد از این که نماز خواند این دعا را کرد و از الله تعالی توسط اسماء الهی خواست. ای الله را تعریف می کند، تمجید می کند توسط اسماء الهی و اسماء الهی را به زبان می آورد. پیامبر علیه السلام شبیه همان چیزی که در گذشته فرمودند که این انسان در واقع توسط از الله تعالی توسط اسم اعظمش خواسته که اگر انسان توسط این اسم از الله تعالی چیزی را بخواهد و دعا بکند الله اجابتش میکند، و وقتی الله تعالی توسط این اسما خواسته شود و طلب شود الله تعالی او را اجابت خواهد کرد. این حدیث هم در سنن ابی داوود آمده، حدیث شماره 1495. این آیتی که در اول خواندیم، آیت ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، و این احادیث نشانگر اینه که انسان با اسماء الهی از الله تعالی بخواهه و این بسیار خوب هست. و در آیات قرآن کریم در دعاهای پیامبران علیهم السلام به صورت وفور معلوم میشه، انسان میبینه وقتی قرآن کریم را تلاوت بکنه، و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به صورت گسترده و وسیعی این موضوع وجود داره.
و توسل های دیگری هم هست، توسل های مشروعی که ان شاء الله در برنامه بعد و در برنامه های بعدی به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم کرد. حالا اجازه دهید که با هم دیگر خداحافظی بکنیم و از خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی رخصت بشم تا برنامه بعد. همه شما را به الله تعالی میسپارم. الله جل جلاله یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.